سلام علیکم، چطورین؟ خوبین؟ حال اولتون چطوره؟ میخوایم بریم لب آب. نگاه امروز اصلا امروز هوا آفتابیه. بعد از 2 هفته دوباره آفتابی شد، خدا رو شکر. الان ما نمیدونیم چه کله وایسه اینقدر که هوا خوبه. خب امروز بعد از 2 هفته 3 هفته همش بارون متداوم، امروز تازه یک کمی هوا آفتابی شده و گرم شده. بعد منم که ما عقده آفتاب داریم، بعد سریع بزنیم بیرون. یعنی اگه استفاده نکنید 2 روز دیگه دوباره بارون میشه. نونو هم ریدم توش جور که باریدم. ایورش کلفته ایورش باریک. حالا ولش کن. پستش میکنیم. گفتم چی ساندویچ بگیرم؟ ساندویچ نون پنیر و گوجه. اینم آقا یادش بخیر. نمیدونم حالا قاشش کنم یا همینجوری بزنم. فکر کنم همینجوری میزنم، ولش کن دیگه. اینطوری. خب اینم پنیر، نمک، فلفل. این از غذا که تلف نشیم. و آبم خب خیلی مهمه توی گرما. این شد آتفیت من. یه دامن گوگلی پوشیدم و یه تاپی. اینم کیفم. بزن بریم. ناخونم چطوره بچه؟ خودم انجام دادم. اگه دوست دارین میتونم براتون یه توتوریال درست کنم چجوری ناخونامو خودم انجام میدم. خیلی آرامش میده یه جورایی. دوست داری همش در مورد زندگیت فکر کنی. چه غلطی دارم میکنم، چه غلطی میخوام بکنم. از وضعیت اینجا براتون بگم که کل غذاها رو خوردم، کل میوه رو خوردم، فقط هسته‌هاش مونده. ترکوندم اصلا. من دیگه از اونجا پا شدم دارم برمیگردم خونه، چون که دامنم واقعا خیس شده بود، چون که چمن خیس بود. و اینکه دیگه تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدافظ.